حضرت داماد خواهر گرامی قدر ما و شمایان که با قدم های فیضبارش نوری خاندان حضرت داماد روشن میکند. خواهر مهربان زیورا یک خسک میزنیم براشان. امروز پیوندی قلب ها را دارم. نوبختی و نوشادیتان مبارک باشد. این طالعی فرخنده تان مبارک باشد. امروز که دو دل به همدیگر پیوسته، پیوندی همدلانتان مبارک باشد. نوبختی و نوشادیتان مبارک باشد. این طالعی فرخنده تان مبارک باشد. امروز که دو خاندان به هم پیوسته، پیوندی خاندانتان مبارک باشد. مبارک باشد. باز یک بار دیگر یک کفکوبیای بلند تویتان مبارک باشد. با تکلیف و تشبوس حضرت داماد اهل بیت خاندان و برادران گرامی قدر امروز قدم های مهربانی دارند. با داگویی جوان خوشتاله نفری که صدر دیرکتری کارپوراتیوی شهردلان خراسان اکای بختیار جان هستند. قدم های مهربانی دارند. بانوی هنر جوانی که با قدم های زیبایش، با قدم های نورانیش در جهان صنعت قدم های مهربانی دارد و مهر و محبتی پدر و مادر در دل و خوشنودی غریبان در وطن تمنا میکند از خداوند و میخواد که غریبانی که دور از وطن هستند با سر بلند بری خاندان خیش باشند، نزدیکان خیش باشند. پروینه بالوی نورزاد تحت کفکبی های شما حضور دارند و مقصد از آمدن ما طلبی دیدار است. مقصد از آمدن ما طلبی دیدار است، ورنه این نان و نمک در همه جا بسیار است. عمر اگر خوش گذرد زندگی خیزر کم است، ور ناخوش گذرد نیم نفس بسیار است. از خداوند تمنا میکنیم که خوشنودی نصیب حضرت داماد کیلی محترم و اهل بیت باشد و پروینه بانوی نورزاده روی سن تیالا دعوت میکنیم تحت کفکبی های شمایان. مرحبا. زنده و سلامت باشم. شوهرسی نازنین توی مبارک شوه. پدر مادر عروس توی مبارک شوه. همه مهمانان همسایه خوش آمدین. اولا شاه عروس بشینین، مرحمت بشینین. اینجا در یک بچه جان گذاشته میگن اهل صنعت اینامی همه ما به شما همدردی خدا بیان میکنیم و همون بچه جان گذاشتگی خدا جوش جنت بگردانه. خیلی چی باید کرد؟ میگن که رفتگی را با زنده روز شمه برا میگن نه که عذری بسیار ای همه آدم عذری بسیار. یک سرود غریبی میخوانم، بعدا رقص بازی میکنیم، خرسندی میکنیم، توی بچه جان آباد میکنیم. مرحمت اگر امکانیت باشه برای مردم غریب یک قرصش هم میخونه. سلامت باشن. Zara